اصلا نتیجه تحلیلی تست ها که ما میگذرانیم با دو مقصد است. یکم معین کردن کارشایمی تست ها که در امتحان های مرکز آموزشی داخل شوی استفاده شدند و دوم به دست آوردن معلومات دایر به درجه دانش داوطلبانی که در امتحان ها اشتراک کردند. تحلیل ها نشان میدهد که دانش داوطلبان واقعا هم از فنهای گومانیتری یا که میگیم جامعه شناسی و گومانیتری خیلی خوبتر بود. مثلا از نتیجه تحلیل ها برمیآید که دانش داوطلبانی ما از فن زبان تاجیکی، زبان و ادبیات تاجیک، از تاریخ، اساسهای دولت و حقوق انسان بهتر است. تحلیل های آماری که در دست ما هست نشان میدهد که واقعا هم دانش داوطلبانی ما از روی فنهای دقیق یک کمی پایین تر است، یک کمی سست‌تر است. البته ما نتیجه ها را با مقامات دخلدار پیشنهاد کردیم و امروز فکر میکنم روی این نتیجه های ما در همه سطح کار میکنند و ما امید داریم که در امتحان های امساله دانش خوانندگان ما از همه فنهای امتحان بهتر خواهد بود. این یک خلاصه ای که مثلا سال اول یک خلاصه کردن ما به طریق پوره، یعنی به طریق 100% این نمیتواند که مثلا جوابگوی طلبات امروز جامعه باشد. به همین خاطر من فکر میکنم که در سال دوم یا سال سومی که مرکز ملی تستی امتحان را از داوطلبان ما میگیرد، از داوطلبان میگیرد، در این سال بهای حقانی را که داوطلبان بیشتر به کدام رویه میل زیادتر دارند میتوان معین کرد. این ریشه تاریخی دارد و هیچ جای پنهان کردن هم نیست که بیشتری مثلا مردم ما با علم های گومانیتری توجه دارند و مخصوصا با فنهای ادبیات، تاریخ، دیگر فنهای که گومانیتری. ولی اصلا خودی گفتیم که امروز وقتی که توجه جامعه با علم های تکنیکی زیاد شده است، البته این در تمام محل ها احساس کردن ممکن است که مردم رو به علم های دقیق آورده ایستادند و کوشش نموده ایستند که فرزندانشان در مسائل تعلیمی تحصیل کنند که مثلا رویه های تکنیکی و چی داشته باشند.